چگونه ای که توی ما و شما هم که در یک سالی نو در هر خانه مسلمان شرم ناکده قید میگیرن، مثل همون بت پرستا هم چیکار کردن؟ این گونه توی داشتن. من راستی بار از یک جوابی برادری که در همین قوم است نخواستم راستی بار جواب بر او بگردانم، لکن هیچ دیگر دلمانم قرار نگرفت. ما یک جمعه پیش سوال جوابی داشتیم و از ما کدام برادری سوال کرد در مسئله سالی نو، قید گرفتن سالی نو. ما با حکومت دارا و با مکتب ها کاری نداریم، زیرا آنها امروز مجبور هستند که این سالی نو قید کنند. لیکن در خاندان مسلمان کی مجبور میکند که مثال سالی نو قید کند؟ من اینقدر جواب گفتم که سالی نو از مسلمان ها نیست، سالی نو از مردم مسلمان نیست، این سال میلادی حضرت عیسی است، این از ما نیست. مسلمان های ما و شما دو عید دارن، عید قربان، عید رمضان. عید نوروز هم باز از عید سال نو دیده بدتر است، اونم از ما نیست. اینا کتاب میگوید، اینا فتوای مفتیات در دست من 2 ورق است. لیکن اون برادر از ما خیلی ملال شده است، حتی در همون خطش یک دشنام های قبیح هم نویساندن و دعای بدم کردن. میلش، اگر ما ارزنده باشیم، اگر همون دعای بدی تو اگر نزد خداوند خوش بیاید، میلش ما هم قبول. کودک هایی که از پیشاب تنقیصی میکشند و تیز پیشاب میکنند، پس این مشکلی هست. با شما شفافرما سیستید اونوریز رو توصیه میدهد که شما میتوانید این مشکلی رو حل کنید. سلام دوستان، بسیاری شما از پروستاتیت تنقیصی میکشیده. مرحمت برادرها، با شما توصیه میتونم پلناتسین کورس لیشینی برای پروستاتیت. ان شاءالله که هم مردانگی به خود میکنه، همچنین ژلانی هم خوبگی خوب میکنه، هم برای گرده، معده، قد رودها به حد افکتیو نه. تریلیبوس ماسین، 2 دانه روغن خیلبا، 1 تا قیصل هندی، 2 پاچکا فیتو سویچ. غیر از این شرکت شفافرما برای شما حجامه بپوز را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارند هم رفته حجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. لیکن من به شما همین قدر میگم که حضرت مولوی جنون میگوید به زینهاری به صد زینهار، زینهار زبان از رنجش مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد، ز آزار دل مرد خدا شد. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت، ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل آتش نفس را، بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، ز بی اخلاص آدم شد ز سگ کم. المسلم اخو المسلم، پیغمبر خدا گفته است مسلمان برادر مسلمان. لا یظلموه ولا یکذبوه ولا یخذلوه. مسلمان باید یکدیگر را دروغ نگوید، مسلمان یکدیگر را خار نکند، مسلمان باید یکدیگر را تحقیر نکند، دشنام ندهد. این وظیفه هر یک مسلمان است. لیکن باز میگم کدامی که اگر در خاندانش سالی نو قید میکند، وای هممون دین عیسوی ده است، این جای پوشیده نیست. برادر گفته است اگر در شما تشویش نشود شما این جواب بگین. لیکن پیغمبر خدا میگه اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی. شما یک کاری اگر غیر مشروعات، غیر اگر شریعت در کجایی که دیدین، با دست خودتان تغییر بدهین. فإن لم یستطع، اگر به دستان نتونستین، فبلسانه، به زبانتان او را تغییر بدین. فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. وقتی که اگر زور شما به دست نرسید، به زبان نرسید، با دلتان همون عمل بد ببینین، این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. ما به دلم بد نه، به دست منم نه، لیکن به زبان گفتیم و ما نزد خدا مسئولیم. فردا از این قومی که 500 نفره و 1000 نفره در نزد خداوند جوابگو هستیم. قول الحق و این کان مرا، حق بگین اگر چندی تلخ است. گفتم پیغمبر محبان خورده صد سنگ ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سری را، نظر بر سگ مکن رو سوی الله.
حضرت مولوی میگه دی سگ‌ها در همه دنیا پر هستند، اینا جکیدن میگیرن. هزاران کاروان رفتند دو هنوز این سگ‌ها دارند او. این کاروان ها رفتن میگیرن، سگ‌ها جکیدن میگیرن. این یکی سگ از سگ‌های خداست. ابو هریره که ما به نهایت نام این حضرت را زیاد میگیریم، نام اساسیش در زمانهای جاهلیت میگوید عبدالشمس نام داشت. عبدالشمس، شمس گفته آفتاب میگویند، یعنی بنده شمس. اون زمانهای جاهلیت کی بود؟ عبدالعزا میماندن، بنده بوت. همون بوتهایی که بودن همون به نامهای همونها میماندن، یعنی از خدا و از آخرت که درکدار نبودن، این گونه نامهای میماندن که یعنی فقط به همون خداهای خودشان چی بود؟ روانه بود. این ابو هریره در دوره های جاهلیت عبدالشمس نام داشت، بنده آفتاب. رسول اکرم وقتی که ایمان آوردن، یعنی سال 7 هجرت بود که ایمان آوردن. وقتی ایمان آوردن پرسیدن که تو چی نام داری؟ گفت من عبدالشمس نام دارم. گفت تو عبدالشمس نیستی، تو نامت عبدالرحمن است. رسول اکرم نام ابو هریره را به عبدالرحمن تغییر دادند. عبدالرحمن ابن صخرین، پدرشان صخر نام داشت و خودشان عبدالرحمن نام داشتند. چرا کنیت ابو هریره داشتند؟ اصلا رسول اکرم را ابو هریره نمیگفت، بلکه ابو هر میگفت، زیرا هر این مذکر است، هریرهش مؤنث است. یعنی ابو هر گفته فریاد میزد. کسی ابو هریرهش میگفت که مرا پیغمبر خدا ابو هر گفتن، از این خاطر ابو هر گوید مرا. و این نام از کجا پیدا شد؟ میگه در آوان جوانیش این ابو هریره با پیشیک بسیار بازی میکرده است و گربه را به نهایت دوست میداشته است. این لقب، این کنیتش از جوانیش بوده است، یعنی بسیار که محبوب همین گربه کی بوده است. از این خاطر رفیقایی که همراه خود داشت با همین کنیت ابو هریره گفته آمده، حتی که دوره اسلام هم که آورد این لقبش گم نشد، بلکه ابو هریره باقی ماند. ابو هریره یکی از نفرهایی هست که ابن جوزی میگوید که در بین تمام صحابه ها یگانه ابو هریره حدیث زیاد حفظ میدانست و روایت کرده است. 5374 حدیث را ابو هریره روایت کردگی است. همه این از زیاد میدانستند. میگوید که سبب بسیار دانستن این حدیث های من در چی سبب بود؟ من شب و روز همراه پیغمبر بودم. من از اهل صفه بودم. اهل صفه گفته دائم در همون مسجد پیغمبر خدا نشسته بودند. اونها هیچگاه از مسجد جدا نمی شدند. هر صدقه که با پیغمبر کی می آمد، رسول اکرم که صدقه را کی نمی خورد با اهل صفه می داد. یعنی همون ابو هریره شون همراه چند شیخای دیگر که 40 یا 45 تا 70 می گویند بودن، همون شیر را چکار میکردن؟ میخوردن. از سبب دانستن من میگوید زیاد حدیث این است که با پیغمبر خدا بودم، من کار دنیا نمیکردم. دیگر سببش این بود که ابو هریره نه زن داشت نه فرزند، بی زن و بی فرزند بودن. چنان حضرت محب پیغمبر بودن که میگوید چنان پیغمبر را دوست میداشتم که در رگ و در خونم محبتش چسبیده بود. از چهره پیغمبر میگوید هیچگاه سیر نمیکردم. 1 ساعت از پیغمبر جدا میشدم گویا که قیامت بر بالای من آمده باشد. نمیتونستم از پیغمبر جدا شدم. هر روز وظیفه میگد این بود که 12,000 بار استغفرالله میگفتم. 12,000 بار. یک رشته دراز داشت، میگوید که 1000 گره داشت، مثل تسبیح های امروزه ما و شما. استغفرالله 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 میگفتن. پروردگارا به سوی تو توبه کردیم، به سوی تو توبه کردیم. شب میگوید آن شب برای من حرام بود که اگر با این رشته خود 1000 بار سبحان الله نمیگفتم. پاک هستی تو ای پروردگار. پاکی پروردگارا میگفتم، بعدا سرم میماندم خواب میکردم. این گونه محبوب خدا بودن. انا همین است سببهای ابو هریره بودنش. میگوید یک مادر سال خورده داشتند، بسیار مادر پیران سال بود. چند بار دعوت میکردن، اسلام نمی آورد.
باری میگوید ابو هریره میگوید وقتی دعوت کردم که مادر اسلام بیار، با محمد صلی الله علیه و سلم پیرو شو، میگوید چنان یک سخن ناسزای در حق محمد گفت که دیگر طاقت نکردم. از جایم خیستم، گریان به نزد رسول اکرم آمدم. گفتم ای پیغمبر، اگر دیگر نفر این سخن را میگفت و رو پاره پاره میکردم، لیکن مادری من در شأن تو چنان سخن قبیحی گفت که من دیگر طاقت کردن نتانستم، خانه رو ترک کردم. یا در حقش دعا میکنی خدا هدایتش کند، یا دیگر اون خانه من نمیرم. رسول اکرم دست برداشتم، گفتم پروردگارا مادر ابو هریره را اسلام عزت ببخش. آمین گفتند. ابو هریره میگوید گشته آمدم، نگاه میکنم که دروازه محکم است و شرشر آب میآید، ریختن آب. یعنی آدم وقتی نو مسلمان شود باید که غسل کند، باید آبازی کند. میگوید آواز آب میآمد، دروازه را تق تق کردم، در آمدم. گفت ابو هریره نزدیکتر نیا که من برهنه هستم، من آبازی کرده ایستادم. وقتی وای میگوید آبازی کرد، لباسهاش که در بر کرد، وقتی مرا دیدن برابر گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. زمانی میگوید ایمان و اسلام در وجود مادر من تأثیر کرد. در پیش مادر میگه چگونه که یک لحظه پیش از سخن قبیح او گریه میکردم، این زمان چنان یک اشک شادی از چشم میریخت که گویا که فرزند من از دنیا گذشته باشد. اینقدر گریه مرا میگه فرا گرفت و دستی مادر ما گرفته و نزد حبیب خدا آمدم. گفتم پیغمبر خدا بشارت باد که مادر ابو هریره ایمان آورد. دست برداشت گفت پروردگارا محبت ابو هریره، مادر ابو هریره را و فرزند او را در دل تمام امتان من محبتش را جایگیر کن. گفته و آمین کردند. امروز تمام دنیا مادر ابو هریره و خود ابو هریره را دوست می‌دارند و احترام میکنند. سوال ها است. السلام علیکم اکای حاجی داملا عزیز و محترم. ما یک گروه اخلاصمندان شما از ناحیه کلخوزآباد، اول از خدای متعال برای شما تنصیحتی و سلامتی نیک و حفظ شما و شما بر اینها را از کل بدخواهان میخواهیم. آمین. بعدا ثبت های شما را بر دوام به صبرانه انتظاریم. اکای داملا ما در کسیت 49 شما را در باب نکاح درباره بعض چیزها فهمیدیم. من گفتنیم که من از ناحیه آرجانکیزآباد زنگ گرفتم، در عین نکاح در پشت من سوزن سخت می‌کردند. اگر این عمل ناجایز باشد من از سر نو نکاح کنم یا نه؟ با احترام مخلص شما. این سوزن زدنم یک نوع بدعت است، یک نوع خرافات ها هستند. اینا از اسلام ما نیستند، مگر که اینا عرف و عادت همین مردم ما شدند که در پشت همان بچه را که نکاح میکنید سوزن میزنید. این هم هیچ معنی ندارد. نکردن هزارها بار افضل و بهتر است، لیکن این برادر در نکاحش ضرر زیان نه آمده است. یعنی این باید از سر نکاح نکند، بلکه امروز مادامی که دانست و فهمید بر دیگر برادرهایش تبلیغ کند که این عمل عملی نادرست است. باید که ما این عمل را ترک کنیم. اکای داملا التماس با این سوالهای من باز جواب گویید. بعضی آدمان 4 رکعت سنت پیشین را در خانه میخوانند و 4 رکعت فرض را در مسجد خوانده، بعدا باز 2 رکعت سنت را در خانه میخوانند. همین آدمانی که همین خیل نماز میخوانند خانهشان از مسجد 300-400 متر دور میباشد. آیا این عمل درست است یا نه؟ البته اگر سنت ها را ما و شما در خانه خوانیم خودش سنت است، زیرا رسول اکرم حدیث های مبارکش است که شما خانه هاتان به قبرستان مبدل نکنید. مقصد که یعنی در خانه هاتان نمازهای سنت خوانید، نمازهای نافله را در خانه خوانید و آمده فرض در نماز در مسجد جماعت کنید. این حدیث پیغمبر خداست. اگر مبادا که کدام برادری که در مسجد هم که اگر سنت چه خواند، این غلط هم نیست، این نادرست هم نیست، لیکن اگر رفته و در خانه‌ش هم که خواند این افضل تر است و یا باید ما و شما ملامت نکنیم. این خوب است. شما میتونین حتی در همین مسئله های فقه حنفی
اینا مثلا گوری میری را تماشا کنین، میگوید که سنت بامداد باید در خانه خوانده شود. اگر مبادا در خانه خوانده نشد، در راه خوانینش، در راه نشد بیرون مسجد خوانین، بیرون مسجد نشد پس یک استون مسجد خوانین، تا که در صف شما سنت نخوانین. های اندازه تأکیدها آمدگی است. یعنی در خانه ما و شما نماز که خوانیم، تمام جین و دیگرها از خانه ما و شما دور می شود با سبب نماز خواندن ما و شما. تقدیر چیست؟ انشاءالله اینجا تقدیر در سوال کردن، من جمعه آینده در باب تقدیر با شما صحبت میکنم. چهارم، ختم خوجه چی درجه دارد و ختم قرآن چی درجه دارد. یعنی بغیر تقدیر 4 سوال کردن، 3 سوالش جواب میگیم. سوال یک سوالش که در باب تقدیر است، جمعه آینده انشاءالله من جوابش میگم. ختم خوجه و ختم قرآن. البته ختم قرآن از ختم خوجه دیده افضلتر و بهترتر است. ختم خوجه را خدا رحمت کند استاد ما بابای مولا شریف که همه شما میشناسید. امون حضرت در همین محله ما ختم خوجه نمیکردند. مرحمت همون سفیدای محله وجود دارند. میگو مادامی که همین ختمه که بجا آوردن نمیتوانند و برای ختم خوجه که مردم زیاد در کار است و مردم سوره علم نشرح را نمیدانند، سوره قل هو الله را درست خواندن، سوره اخلاص را درست خواندن نمیتوانند، از این خاطر یک نفر آدم همین سوره تبارک خواند، 3 بار دیگه از پسش سوره اخلاص خواند، دعا کند، بس کفایت میکند. این افضلتر است میگفتند. از این خاطر ما هم که پیروای ایشان هستیم، شاگردای ایشان هستیم و در همه جا میگویم که ختم همین سوره تبارک خوانین، 3 بار سوره اخلاص خوانین، این بهتر افضلتر است. همین هم شخص خواند که قرآن گذراندگی باشد. آدمی قرآن ناگذرانده باشد و چی خود گناهکار میشود، چی شنونده ها گناهکار میشود. سوال درار انشاءالله اینجا یک چند سوالای تعجیلی هم آمده است برادرای عزیز. ما اینها را جواب شد جمعه آینده خدا خواسته باشد با سوال جواب میکنیم، زیرا من اکثری سوالهای که خیلی مهم بودند، چی در باب اسراف بود، چی در باب معرکه های نادرستی که ما و شما داریم اینجا سوال ها شده است، و چی درباره محبت وطن دوستی بود. من با شما باید صحبت میکردم، از بس که وقتی نیست. انشاءالله جمعه آینده من در این بابت ها با شما صحبت میکنم. فقط دیروز ما در قرغن تپه مجلس بود، در حضور مفتی، در حضور رئیس کمیته دین اسلام، در حضور ایشان سید جان و انجا معاون ولایت ختلان، میر شهر همون قرغن تپه و دیگر نفرها اشتراک داشتن. مجلس گذشت در اونجا، من از شما باید که اونها گفتن و تمام مردم خبر دهید، در اونجا در باب یعنی اسراف و معرکه های نادرست ما و شما گفتن صحبت کنید که چگونه که رئیس جمهورم مفتی را قبول کردن. اگر شما دیده باشین در باب همین اسراف و معرکه های نادرست صحبت ها کردن. و باز در باب اختلاف هایی که در امروز در جمهوری پیدا شده است، اختلاف هایی که آمین بلند، پای های کشاد، دست های بالای سینه، این مسئله هم خیلی یعنی موضوع مهم و گفتن که در این مسئله ها صحبت ها کنین، تا که بسیار یک نقطه حساسی هست که شاید که ناآرامی پیدا شود. برادرای عزیز خوب توجه کنید، من شما را تحقیر کردنی نیستم، من هیچ کدام شما را حق سنگ زدنم ندارم، لیکن بسیار گرد همین موضوع مسئله های زیاد دیده شده ایستاده است، گفتو گزارها و گفتو شنیده های زیاد شده ایستاده است، عاقبت ناخوب دارد. بیاید همین مسجدهای کشاده ما و شما را ضرر نکرده است، بیاید همین داعی هایی که دعوت دارن پیش راه همین ها را نگیریم، بیاید همین مدرسه هایی که در ما و شما کشاده هستند دروازه همین مدرسه ها را نبندیم. با یک آمین گفتن تو دنیا روشن نمی شود، با یک آمین گفتن تو جامعه اصلاح نمی شود، با یک دستی بالای سینه بستن تو شریعت مستحکم نمی شود. امروز موضوعهای مهم خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. اگر چنده که زیر ناف گرفتن دست سنت است،
پس گفتن آمین سنت است. همین طریقی که از ابو حنیفه ما و شما داریم، برادرای عزیز، به همین مراجعت میکنیم فریفته هیچ کس نشوید. از همین راهی که گرفتیم از همین راه بیرون نشویم که خطر زیاد داره. ما دوستار ابو حنیفه هستیم و میباشیم و همچنان میرویم. چی زلال و چی نقص و چی کمبودی در این مذهب دیدیم که رجوع به دیگر رویه ها و جریان ها میکنیم. امروز شیعه هم میخواهد جریان خودش در بین ما جاری کند، نصرانیش هم میخواهد جاری کند، تا که همین تاجیکستان آرام ما و شما را، این تاجیکستانی که این قدر پیشرفتی دارد، رئیس جمهور چند قدر حرکت ها برای بیهودی کرده ایستاده است، همین ما و شما باور کنید از دست میتیم، بعدا پشیمان میشیم، فایده ما نمیکنه. این مسئله در اونجا دیده شد. بسیار از شما خواهش میکنم انشاءالله هر مسئله برآمد در ما توجه، در ما از ما پرسان، از هیچ کس نپرسید. خدای مهربان عاقبت ما و شما را به خیر بگرداند و تن همه ما و شما را خدای مهربان صحت و سلامت نگه بدارد و خداوند همه ما و شما را از جمیع گزندها و تهمتها در حفظ امان خودش نگه بدارد و خداوند این جمهوری ما را باز هم زیباتر و شکوفانتر بگرداند و تمام آن کسانی که در این جامعه ما خدمت میکنند برای بهبودی این مردم، برای آرام کردن این جامعه دلالت ها دارند، خدمت ها میکنند، خدا ایشان از کل آفت ها نگه بدارد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين.